سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه خوب بشه، من مستر هستم و خوش اومدی به ویدیوی جدید، یا بهتره بگم اولین ویدیو چنل مستر اسپارتان. دقیقه و ساعت زیادی از روز رو من صرف بازی کردن میکنم، اون هم گیم فری فایر. علاقه زیادی دارم و کم کم در روز حداقل 3 ساعت بازی میکنم، نه بازی علکی، رنکاب و حرفه‌ای پلی دادن، و هر روز رو صرف پیشرفت و بهتر کردن خودم میکنم. از سنین پایینتر علاقه زیادی به یوتیوبر شدن داشتم و تمام سعیم رو برای مخاطبان میکنم که بتونم محتوای با کیفیت ارائه بدم و اونا رو سرگرم کنم. منم مثل خیلی از یوتیوبرهای بزرگ از صفر دارم شروع میکنم و ایمان دارم حتی بدون تجهیزات و با تلاش زیاد میشه به چیزی که میخوای برسی. نه فقط یوتیوب، هر کاری با تلاش و استمرار حل شدنیه. و من به خودم گفتم مستر، انقدر که بازی میکنی و برای بعضی از گردونه ها جم میزنی، چرا اینها رو با افراد دیگه هم به اشتراک نذاری؟ حالا بعضی جاها ممکنه فشار بخوری، بعضی مواقع هم نه. من دوست دارم کاملا این اتفاقها رو با شما سهیم باشم و خیلی خیلی خوشحال میشم منو حمایت کنید. اگه براتون سواله که مستر چجوری میشه حمایت کرد، باید بهت بگم خیلی ساده است. فقط با دیدن ویدیوهای من، لایک و سابسکرایب کردن میتونید منو هر روز یه پله به موفقیت بیشتر نزدیک کنید. همه چیز به ساپورت شما بستگی داره و من تمام تلاشم رو برای بهتر کردن خودم، ویدیوها و کلا کامیونیتی فری فایر میکنم و باعث افتخاره که توی همچین گیمی کنار شما مخاطبین و یا بهتر بگم خانواده دومم هستم و دور هم بازی میکنیم و لذت میبریم. البته همه گیم ها قابل احترام هستن. گفتم که باید حتما یه ویدیو جداگانه درست کنم، معرفی کردن خودم، برای معرفی کردن خودم که چه بهتر اولین ویدیو چنل باشه. خب امروز اومدیم AK لولی رو بگیریم. قبلا چند تا اسپین زدم، دیگه اسپین نزدم که کلا یه ویدیو کلی بگیرم و اگه شد تا لول 4 هم ارتقاش میدیم و فرق بین لول 1 و 4 برای همیشه معلوم میشه. آقا این چیه هستن؟ این که مثلا یگانی یه رید باشه با 2 رید چقدر فرق داره؟ و اینکه یه مشم بی آر پلی میدیم، توی مپ تستش میکنیم. و بگم من کلا اسنایپ پلیرم، زیاد با گانهای دیگه نمیزنم و سنس خاصی هم برای هد زدن ندارم. کاملا کلیمم، از بازی مشخصه کلا و اگه بد شد و اول بازی ناک شدم، نیاین تو کامنت جرم بدین. من این ویدیو رو ساعته خودتون ببینید 2:59 3 شب دارم میگیرم، مخم اصلا کشش نمیده. نمیگم خوبم، هیچ ادعایی هم ندارم، ولی بازی از نظر خودم بد نیست. خب الان بریم ایکیو بگیریم، چه ما رو برداشت کنیم. خیلی جلوی خودم رو گرفتم که الان برای چیزی اسم کلا من رو جم میگیرم. یه روزه نشد جماعت تموم چه یک کار باشه چه. خب ایکی مونم اینجاست. 1,000,000 لایکش کردم، چه زیاد. اسمینا رو براش زدم نداد. من خدا وکیلی راضیم اگه اینو بده، خدا وکیلی راضیم اگه اینو بده. بالاخره لوت باکسشو خیلی دوست دارم، عاشق این لوت باکسم. ولی خب بازم میگم کاش نرسه تا اسپین آخر، کاش نرسه. چه فشار. بازم خوبه 600 تا قبلا 999 تا دیگه 1000 تا میشد، الان شده 600 تا، خیلی به صرفه شد. ولی بازم فشار اگه اسپین آخر بده. باک هایی که از همون اول فری فایر ساخته شد تا الان اگه امتحان کردیم و هیچی نشد، شروع میکنیم. همه تو سرویس، بازم مشکلی نیست. چی؟ حالا بد نیست، یه اسپین دیگه خوبه. من راضی و ایکی زیبا. جمع بچه های دیگه شده
1 2 3 4 شدش 5مین گان لولی اکانتمون. آره 230 تا توکن دارم، میتونم فکر کنم 4ش کنم. من MP40 رو قبلا 4 کردم، الان نه 30 تا دیگه توکن میخوام برای لول 5 کردنش که فکر کنم دیگه ارزشش رو نداشته باشه. 4 دیگه بسه، کافیه، پاور اصلیش باز میشه. تامسون هم چون که MP40 رو لول 4 کردم، تامسون هم دیگه گفتم نه، برای همین که ظاهرش اینطوری باشه خوبه. اسپین مشتم لول 1ش اینطور رو گفتم حتما باید لول 2ش کنم یه خورده بهتر بشه. فاماس هم که اینطور بود، اگه میگرفتمش همه بهم میخندن، اینطورش کردم دیگه کسی نمیخنده. لول 4ش هم حالتاش حالا بد نیست ولی باز زیاد نمیزنم با فاماس. AK رو گذاشتم و توکن رو گذاشتم که ببینم گان لولی بعدی چی دیدم AK گفتم اوه چه خوب گذاشتم. خب بریم با هم لولش رو بریم بالا. لول 1 به 2 یه دونه موومنت اسپیدش کم میشه. خیلی هم زیبا. لول 3 ظاهرش تغییر میکنه. عالی 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 عالی. از لول 3 و اصلی ترین لول از نظر من لول 4، چون که نگاه کنید لول 1 اینطور خب خیلی معمولی و ساده است. لول 3 خورده پر و چیز داره گاتر میشه. لول 6 یه خورده نسبت به لول 3 فرق میکنه. لول 4 رو ببینید همون شکل، لول 5 هم ببینید همون شکل. لول 6 یه خورده فرق، لول 7 که خیلی ناجور میشه، ولی لول 4 برای قدرت و پاور اصلی که توی گیم به کار میره لول 4 کافیه. بقیه لولا بی خودم، فقط ظاهری و حالا برای دنسش رو بستم. خب بریم لول 4. عالی عالی عالی. خب ایکی جانم کجایی ایکی؟ نه ایکی خیلی زیبا شدش 5مین گان لولی اکانتمون. اسکین مشت حساب نکنیم 4مین گان لولی اکانتمون که میتونیم باش تیر بزنیم. خب از نظر من دو تا از بهترین گان لولی ها همین AK هستش که دو ریته، با این MP40 جدیده 8 لوله، اینم دو ریته. این لول 4 باشه برای نزدیک زن، اینم لول 4 باشه برای دور زن. خیلی عالی، دیگه چیزی لازم نداری، اکانتت فوله. خب بریم نفر خب بعد گذشت یک Oh, my life plans seem minuscule now that I got a glimpse of the truth. It's showtime. Battle is as real as it feels. I've been tricked before. الان دارم نمیزنم اومده برام. بچه من بگم مثلا برام فرق نداره Enemy spotted. Help me. یارمان بذار بیایم
هر روز AK اینجا بود، الان که من گرفتمش آب شده رفته زمین. Capturing the revival point. مگه میشه نباشه؟ اوکی چه لگی خورد. چی شد ای خدا. یا یارا Capturing the revival point. این میره اون ریوایو میده، این میمیره بقیه میاد پایین، همه شما همین میره. وای خیلی نه اینجا صدا نه. باید الان همه مپا بگردیم، یه AK پیدا کنیم، یکی رو هم باهاش ناک کنیم تا ببینیم تازه چطوره. چه عجب نمردیم و پیدا کرد. اگه ویدیو نمیداشتم زمین ای ویدیو Help me! سوژه مناسبم پیدا Help me! Kano, Okaki no Thanks! با جیگر زدم Double kill. خدا وکیلی کیف میکنی یعنی انمی فینیش میکنه وای الان میمونه خیلی عالی ترتیب رویایی ترتیب عالی همه چیزایی که میخواستم واقعا فقط چیز میخوام تو رو خدا تیر کسی نیست دوست دارم این دسته با باید
火球の術 Triple kill. شو برو خدا ریف برست داداش. Thanks. عالی خدا لعنتی. نگران نباش. Thanks. مثل اسپارتان برای حالا یه خیال بودی که خوردم ولی خب حالی مشکل اسپارت قوی بچه ها حتما توی کامنت بگید چه ویدیو خوشتون میاد. من نمیگم میتونم خرج کردن بذارم، خب تا یه حدودی میتونم، هر چیزی رو نمیتونم بخرم تا یه حدودی This mission accepted. خرج کردن بذارم، سعی خودم رو میتونم Enemies up there. جای خوبی بذارم. خودم رو تنام کیل بذارید برام. ماشاءالله دم خوردن. کی اینجا فرار کرد؟ بیا بیرون. درگیری دارم. از کجا داره میزنه؟ درافه 火球の術 این همه آدم، خب اونا رو بزن. بچه یکی رو زدم. Capturing the defense airdrop. کمکش کردم. Capturing the defense airdrop. Here.
おかきの術 بابا بند نکن Quadra kill! کردم برم خطر ولی اینم پایی میپردおかきの術 سوپرمنم برم همه رو بزنم خب دیگه چند نفر به یه نفر نشی ها Enemy spotted زیاده Thanks Help me Good job داداش چیو گوشا اونا ندادن من الان زوم پارم میکنه گوشا Dominating! اینی میتونیم بنده عالی خوب بازی کردم ایراد نگیریم Head there Help me ولی منم تک به 4 رو کی میتونه بزنه عالی نازم اسکواد ماشاءالله قوی خب درباره منم عالی خب بچه ها اگه این ویدیو تامنیلش ضعیف بود و یا ادیتش خوب نبود بگم من این ادیتور ندارم و من نه تامنیل زن دارم نه ادیتور و خودم دارم یاد میگیرم با حمایت شما بعدا میتونم این ادیتور خوب بگیرم بازم میگم خیلی ممنون میشم که با دیدن ویدیوها لایک کردن و سابسکرایب کردن من مستر اسپارتان میتونید خیلی از من حمایت کنید اینکه حتما کامنت فراموش نشه و زنگوله رو حتما آن کنید تا هر موقع ویدیوی جدید اومد شما اولین نفر باشید که میبینید من سعی خودم رو میکنم هر روز ویدیو بذارم البته بیشتر گیم پلی میذارم الان بازیمو دیدین چطور بود گیم پلی میذارم توی کامنت ها بهم بگین چه سبک ویدیوهایی رو دوست دارید حرفی نمیمونه مواظب خودتون باشید تا ویدیوهای خفن و جدید دیگر فعلا I'm the leader of the pack